تو بیشتر از معتادای کوکائین به گوشیت وابسته ای. این بزرگنمایی نیست. تحقیقات نشون میده که یه آدم معمولی روزی به طور متوسط 96 بار گوشیشو چک میکنه. یعنی هر 10 دقیقه یه بار وقتی بیداره. معتادای کوکائین معمولا روزی 2 تا 3 بار مصرف میکنن. گوشیت واقعا از مواد مخدر خطرناکتر، اعتیادآور و کسی هم به این موضوع نمیپردازه. من اینو به سختی فهمیدم وقتی دیدم تو یه روز 11 ساعت رو گوشیم. 11 ساعت بیشتر آدم‌ها. خواب و ترسناکترین بخش این بود که اصلا نمیدونستم زمان کجا رفت. اینو نمیخوان بهت بگن. اقتصاد توجه سالانه بیشتر از 700 میلیارد دلار ارزش داره. فیسبوک، گوگل، تیک تاک، اونها بیشتر شرکت‌های اجتماعی نیستن. اونها ماشین‌های جمع‌آوری توجه هستن و تو محصولی هستی که دارن میفروشن. هر اسکرول فقط 5 دقیقه دیگه، همش حساب شده است. اسکرول بی‌نهایت اتفاقی نبود. دایره‌های قرمز اعلان‌ها هم تصادفی انتخاب نشده بودن. حتی حرکت کشیدن برای تازه کردن صفحه مثل دستگاه عمل میکنه. اما اینجاست که حالت به هم میخوره. همون عصب شناسا رو استخدام میکنن که با معتادای قمار کار میکنن. همون تکنیکایی که مردم رو پای دستگاه کازینو نگه میداره. تو هر اپلیکیشنی روی گوشی تعبیه شده. تریستان هریس، کارشناس سابق اخلاق طراحی گوگل، اعتراف کرده مشکلی این نیست که مردم اراده ندارن. مشکل اینه که هزاران نفر پشت صفحه نمایش هستن که کارشون شکستن هر مسئولیتی که تو داری. دشمن تویی. هیچ وقت انتظارش رو نداشتم. فکر میکردم باهوشم. فکر میکردم میتونم الگوریتم رو دور بزنم. 3 سال تمام همه چی رو امتحان کردم. برنامه‌های مسدود کننده ترک دیجیتال. اینستاگرام رو پاک میکردم. تیک تاک رو حذف میکردم. یوتیوب رو توی مرورگر بلاک میکردم. بعضی وقتا 1 هفته، بعضی وقتا چند ماه دووم میآوردم. حس میکردم از بقیه بهترم، ولی هنوز توی اون ماتریکس گیر کرده بودم. بعدش دوباره بدتر از قبل برمیگشتم. یه نگاه سریع تبدیل میشد به یه اعتیاد 6 ساعته که آخرش احساس پوچی و نفرت از خودم بهم دست میداد. اون موقع بود که حقیقت وحشتناک رو فهمیدم. اپلیکیشن ها معتاد کننده نیستن. خودشون مثل فروشندن. اعتیاد واقعی اینه که همیشه سرگرم باشی. مغزت همش تحریک بشه. هیچ وقت تنها نباشی با فکرات. ما نسلی ساختیم که حتی نمیتونه 30 ثانیه حوصله‌اش سر بره بدون اینکه دستش بره سمت گوشی. اما واقعیت اینه، توی این اسکرول کردن های بی‌ضرر چه اتفاقی داره توی مغزت میافته؟ روبوده شدن مغز که هیچ کس دربارش حرفی نمیزنه. هر بار که لایک میگیری، کامنت میبینی یا حتی یه چیزی کمی جالب میبینی، مغزت دوپامین آزاد میکنه. همون ماده‌ای که موقع رابطه جنسی، غذا خوردن و مصرف کوکائین هم ترشح میشه. اما اینجا یه نکته تاریک وجود داره. برخلاف منابع طبیعی دوپامین، شبکه‌های اجتماعی یه چیزی به اسم تقویت با نسبت متغیر ارائه میدن. یعنی هیچ وقت نمیدونی دفعه بعد کی قراره یه لذت جدید بیاد. دقیقاً همون مکانیزمی که قمار رو اینقدر اعتیادآور میکنه. مغزت واقعاً بهش عادت میکنه. همون محتوایی که قبلا ساعت‌ها سرگرم میکرد حالا تو چند دقیقه کسل کننده میشه و تو مجبور میشی سریعتر اسکرول کنی، بیشتر مصرف کنی و تحریک قوی‌تری به دست بیاری. فهمیدی؟ آشنایی دکتر آنالیا از دانشکده پزشکی استنفورد بهش میگه هر روی دیجیتال و علائم ترک واقعیت، اضطراب، افسردگی، ناتوانی در تمرکز، احساس بی‌برای خیالی، مطالعه‌ای که همه چیز رو تغییر میده. اینجا جالب میشه. محققای استنفورد 2 گروه رو دنبال کردن که میخواستن زمان استفاده از صفحه نمایش رو کم کنن. گروه اول از روش‌های سنتی استفاده کردن، محدودیت اپ‌ها، اراده، سم‌زدایی دیجیتال. گروه دوم وقت مصرفشون رو جایگزین وقت خلق کردن. نوشتن، برنامه‌نویسی، موسیقی، هنر. بعد از 6 ماه میانگین صفحه نمایش گروه اول کاهش 12%، گروه به میانگین کاهش زمان صفحه نمایششون 73% بود. اما نکته اینجاست که گروه به حتی قصد نداشت زمان صفحه نمایش رو کم کنه. اونها فقط بیشتر خلق میکردن. چرا این روش جواب میده وقتی بقیه روش‌ها شکست میخورن؟ مغز دنبال تازگی، چالش و دوپامینه. شبکه‌های اجتماعی هر سه رو به صورت مصنوعی و در اندازه‌های کوچیک و فوری میدن. ولی خلق کردن اینا رو به شکل پایدار و معنیدار فراهم میکنه. وقتی داری ورق میزنی دوپامین رو به صورت منفعل دریافت میکنی، اما وقتی داری خلق میکنی فعالانه به دست میاری. فرقش چیه؟ دوپامینی که با تلاش به دست میاد هم بیشتر لذت بخشه و هم کم اعتیاد داره. یه لحظه فکر کن تا حالا شده 800 پشت سر هم نتفلیکس ببینی و بعدش احساس کنی به چیزی رسیدی؟ حالا یادت بیار آخرین بار که 3 ساعت روی یه کاری برات مهم بود وقت گذاشتی، چه حسی داشتی؟ کدومش بهتر بود؟ اما یه چیز عمیق‌تر هم هست. وقتی چیزی خلق میکنی از یه مصرف کننده تبدیل میشی به یه مشارکت کننده، از تماشاگر به هنرمند، از دنبال کننده به رهبر.
همون زندان هویت که بیشتر مردم انتخاب میکنن. اینجاست که قضیه جالب میشه. تو راحت نیستی، بیشتر مردم این کار رو نمیکنن. چرا؟ چون مصرف کردن راحت‌تر از ساختن، سرگرم شدن راحت‌تر از درگیر شدن، دنبال کردن راحت‌تر از رهبری کردن. بیشتر مردم ترجیح میدن 4 ساعت ویدیوهای گیتار تو یوتیوب ببینن تا اینکه نیم ساعت واقعا گیتار تمرین کنن. ترجیح میدن برنامه‌های آشپزی ببینن تا آشپزی کنن. درباره ورزش بخونن تا ورزش کنن. محتوا درباره بهره‌وری مصرف کنن تا خود بهره‌ور باشن. اونا ترجیح میدن از زندگی بقیه زندگی کنن. خلاقیت رو کنار میذارن و به جای اون تقلید میکنن. من اینو خوب میدونم چون خودم هم جزوشون بودم. وقتی فهمیدم بیشتر از هدفم درباره روتین روزانه یوتیوبرهای مورد علاقه میدونم، همه چیز عوض شد. تغییر هویت 90 روزه. این نتیجه‌گیری تحلیلی منه که با مطالعه روانشناسی رفتار و امتحانش روی خودم و چندین نفر دیگه به دست آوردم. اعتیادت به گوشی نیست، اعتیادت به بیکاری ذهنیه. تنها راه درمان پایدار درگیر کردن ذهن با خلق کردنه. برای 90 روز آینده هر بار حس که دلت میخواد محتوای بیفایده ببینی یا بخونی، به جاش یه چیزی درست کن. مهم نیست چی باشه. یه پاراگراف بنویس، یه نقاشی بکش، یه برنامه ساده بنویس. صدای یه ایده رو ضبط کن، یه ویدیو 30 ثانیه‌ای بگیر. روزانه زمان مصرف و خلق کردنت رو ثبت کن. قول میدم تا 30 روز دیگه بدون اینکه بخوای خود به خود کمتر مصرف میکنی. تا 60 روز دیگه خلق کردن برات جذابتر از مصرف کردن میشه. تا 90 روز دیگه تعجب میکنی که اصلا چطور قبلا اینطوری زندگی میکردی. اما یه نکته خیلی مهم هست که باید بدونی. باید اینو مثل تغییر هویتی ببینی، نه فقط تغییر عادت. تو کسی نیستی که بخواد کمتر از گوشی استفاده کنه. تو کسی هستی که بیشتر خلق میکنه تا مصرف. چون این همون حقیقت جنجالی آخره. تو دنیایی که پر از مصرف کننده است، خالق‌ها همه قدرت رو دارن. اونا پول دارن، نفوذ دارن، احساس رضایت دارن و آزادی دارن که مصرف کننده ها با اسکرول بیپایان به دنبالشن. سوال این نیست که آیا این روش جواب میده یا نه. داده ها اثبات میکنه جواب میده. سوال اینه که واقعا انجامش میدی یا فقط ویدیو رو ذخیره میکنی و دوباره میری سراغ اسکرول کردن. چی قراره بشه؟ خب با این حرفا ممنون که تماشا کردی. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.